بازم خوش آمدین و با ابراز سپاس از آقای نیازی که خبرهای ساعت 8 تا تقدیم بینندگان عزیز کرد و با ابراز سپاس از همه شما که پیدا ما را همراهی کردیم. او په دې برخه کې د خبرونې بعد خبرونې دوهمه میلمنه تاسو درو پیژنئ البته میرمن جمیله نیروبخش په خبرونه کې زموږ سره ده. تاسو ته باید دا ووایو چې جنوب د خبرونه یعنې دوهم پات به تاسو لپاره ډېر په زړه پورې ځکه چې د دوی د کارونو په هکله به موږ تاسو ته معلومات درکړو. خوش آمدید، صبح شما بخیر. پیش از همه نیروبخش مستقیم به کارتان که شما کدام کارها را انجام میتین، وظیفه مشخص شما چی است و مطلب؟ بله، وظیفه مشخص اگر نداشته بودن که فقط طبابت از ما که ما مریض ها طبابت میکنم. از کدام طریق چگونه میشه راجع به شیوه کارتان برای ما معلومات بده؟ درست، ما از نگاه از که من خودم درد در تمام نقاط بدن خود از مریض حس میکنم و دوباره امو درد در جسم خود میگیرم. خود سیستم بدن قسم عیار است که درد احساس میکنه، بعدا امو درد تمام درد بدن مریض من خود بدن جسم امو ارگانیسم بدن میره. خب تصاویر را که میبینیم معلومات بدین. چون تصاویر را که میبینیم معلومات بدین که کجا مریض بوده بله، ولی از خود کابل است و جوانی بود که اونا بسیار پرابلم داشتن، درد داشتن و اونا مراجعه کردن. بعدا ما هم امروز تماس شدیم، با تماس که امروزشان صحبت کردیم، اونا دردشون داشتن گفتم و اونا هم در سر صحبت های بسیار زیاد و در حدود تقریبا 7-8 ساعت و ما 2 روز اونا را امروزشان در تماس شدیم. بعدا اونا شما ببین اونا از تصویر باتون ببینید که باتون چی میگن. آها، نو څنګه د چې غږم واورېد؟ بله، تصویر را با صدا میشنویم. ماشاءالله. خیلی خوشحالم که شما جواب ما همشون معرفه این اصلا جیگان باز هم از این وقت شما خوب احساس میکنیم تقریبا 70-80% ما هم احساس میکنم که بهتر احساس میکنم. شما راحت خانه شما نفس شما داریم برای شما باز بخیر. ما شما باز به دوباره دیگه وجود میکنیم تا دوباره امو باقی مانه در شما ارکام نمیشه شما بخیر. بسیار زیاد تشکر از مامانتان، از همسرتان بسیار زیاد تشکر، از همکاریتان بسیار زیاد تشکر. باز هم خوش آمدین و دکتر صاحب نیروبخش همچنان با ما هستن. مدت چند ساعت ضربر میگیره دکتر صاحب؟ فرق میکنن امو نظر به درد یا مریض است که سرکونه است یا نم است یا بسیار عمیق است. اگر مثلا دردا کمتر باشه وقت کم میگه. طبعا مریض به ما مراجعه نمیکنه که درد کم داشته باشه یا با دوا و ادویه که خوب شود. به ما مریض مراجعه میکنن که اصلا بسیار اونا مراجعه میکنن چیزی مستقل نمیبینن. بعدا ما مریضا از تدریس خود میدیم که ممکن اگر نگاه تلفن باشه چند روز در میگه، اگر با تماس بسیار نزدیک وقت بسیار کم میگه. مثلا در حدود 7 ساعت یا 14 ساعت نظر به درد خود مریض است. شنیدیم مریض بوده که چند ماه فلج بوده و از اثر بیماری فلج نتانسته که را بده و به تدریج شما اونا تانستن که به پای خود استاد شوند و را برن. حقیقت داره یا خیر؟ بله بله، ما دمی چند روز پیش با یک خانمی که بسیار مشکل داشتن، درد داشتن، وقتی ما داخل اتاق از نشتم رسیل خودم عیدت ماندم و عاجز ماندم و بسیار مشکل بود که با یک مریضی که او واقعا درد داره و پای از فلج است مدت 8 ماه میشه. فقط یاری خداوند است که او تکلیف رفعش با صحبت‌های. خب تصویر که میبینیم فکر کنم یک روز بعد هست یا روز بعدی هست خانم نیروبخش؟ بله بله، اما تصویر قسم است که مریض ما بعد روز بعد ما مراجعه کردیم با اونا مراجعه کردیم، ما دوباره رفتیم امروز ما تماس بگیریم. پس چه خوب است که بازم با صدا تصویر بگیریم. مثلا فکر میکنم. بله شکر. خوش آمد، تشکر. از شما تشکر که دکتر صاحب آمدین، زحمت کشیدین تا اینجا. ببخشید که آمدین زحمت. اول همیشه به سر وقت شما برسید.
چیزی مریضای اسلام است. خداوند شفاعت نصیبشان بگردانند. هر مشکلی که دارن خداوند. باز هم خوش آمدین و خانم نیروبخش همچنان با ما هستند. خب شما فکر میکنم رونده هم بودین اما نخواستیم که برین. بله ما یک 15 روز پیش میخواستیم سفر بریم راه امریکا. باز خواهش شد سر مردم باید شد که ما دوباره ماندیم و این مدت تقریبا 15 روز دیگه میشه که ما بازم به خدمت مردم دمی خود شهر کابل هستم و ما تا از صبح 4 صبح رسیم به مریضا تا الان 2 بر شب مریضای ما بودیم. خودتان خسته نمیشین؟ بسیار زیاد. بله بعض وقتا میشه که آنقدر ما درد در تمام سیستم بدن خود میریم که حتی بسیار کاملا خودم بسیار فراموش میشه. صاحب خودم بسیار از دست میتونم زیاد سرما فشار درد زیاد سرما غلبه میکنه. بعدا احساس